راستی گپ بگوشه یا که نگوشه سرم نو یگون روز میفهمه همه خفه میشه خوبترش حالی میویا من همین گپ گاو میزنم تمام همین گپ به جایی را من همین گاو میزنم تمام خفه شو نشو که تمام دیگه طاقت ندارم گاو میزنم السلام جانیما سلام بخش زیاد که دیر کردم بخشش بخیر بشی میریم نه حالی همین بیست من یه سیر دارم باید تده بگم نمی در سوپرمارکت هایی که میفروشن هر نموده میخریم همتری سیر نه او خیلی سیر نه یه گپی بجایی دارم گپی بجایی؟ خیلی گپ زم که چیه گپ بجایی؟ تو همین وقت من همین گپ ایت بجا میکردم خیلی چی گپ هایی گپ زن سادی؟ او منیجه گاو زنم خیلی تو زیخ میشی کسال میشی خیلی زیخم شام تو قد میکنم چیکار کنم؟ گپ زن خیلی گپ تا؟ راستی گپ منیجه من زن فرزند دارم تو همین وقت همین گپ ما ایت بجا کرده میگشتم هیچ گپ نه گپ بوده من خیال کردم مشتی خودت نیسته بشی رفته؟ نمیرکای عزیزی ما اگر برای شما هم بلیت سمالیات در کار باشه من هم واتساپی اویاکاسی شهنازاد زنگ بزنین در 5 مینوت صاحب بلیت میشوین اکا سروش مناشه هوزی همش ناز میشه خیلی اکا نصیب مونده اکا همیشه بوده بیو اکا بچه ای هم کن بوله اوستا سروش مناشه تمام چی بابشی؟ چی کنه این مرده که مرا تمام ناز میشه اکا چی این مرده جون؟ این مرده که مرا چی کشیده؟ یانگا جون اکا بخشش ما همه راه اومده سبودم خیلی چخ کرده که سگ اومد گزیدی اکا ما کدوم سگ؟ سگی بولتا همون سگی بوزبالای همسویا؟ همون سگی کلون مرده که مرا گزید؟ اینه همسویا خطی شوهر خطی راه اومده سبودم که یکی سگای کو سگی بولتا همسویا بارسیک ویچ هوای پرید خیس کده گزیدو خیلی که چیکار کنم همین خیلی بودای همین خز زشیتا کدم چه خالی زشیتا کده ایره بی پوچاکی مردک من خوی تا نیم تا کده ای سگی پدنالاتی بولتای حرامش من نیم کلا خما خرام مرا نتونست گوش نیافته همین را گزید زشیتا همین که ایره موندم گرختم اپا اینا دیدی چه خالی زشیتا کده تو خونه رو آوردم کو اینا نصیب و تقدیر همه اکا هیچ گپ نداره او خیلی ببخشید ماتی سگیش آدم نبوده همین خیلی با چه کدم گوش نکرد گزید نفهمید وای لازی خیلی میگزید او خیلی اکا همین اگه همسویا دندونش مونده باشه سوخته سر؟ نه دیدم سپید کردم با خیلی قدر خوک چشیدم تمام اوخی مردکم پوچاک شد که میسته با بیا یوری تاجیلی یک سکوری یک چی فایروت کنه پروی پاموش دیم جونگی نه یانگا جون مخمونی رو سوختگی مخی یا شیشه عرق شده همه گرفتم نخوردم همش دپوی همه ریختم پروی پاموش او خون پون همه من شده گیا همسویا لابا یانگا با این چی میشه این پوی این مردک ما چی میشه با این چیکار کردن هر کورایم که میسته با این یانگا جون این 40 روز همیشه خمیره بعد 40 روز خودش معلوم میشه اگر سگی مرد اکم دیوانه میشه خیلی آدمگری اگر اکم مرد سگ دیوانه میشه خیلی اکا خیبتی کار همه ما اکیش جواب گفتن نمیتونم اکا همین خیاسته خیلی اکا آدمی یکی خدا خواه بعد 40 روز ساز میشن هر دش ساز میشن اکا ما وقت شما رو نمیگیرم شما شفای کامل ما این بازی شما برآمدم اکا خیلی با خیلی آدمگری خبر میگیریم یکی مالی همسایه رحمت شما ده با خیلی مالی اگه گپ گفته باشیم عذر همسایه جون خوش اومدیم نه گفته اکا هزار رحمت همسایه مالش اکا شفای کامل با بیای خبر گیرش ها خب یگان خدمتچی زن اکا پوچرا میبخشید پوچرا احتیاط کنید مالش اکا یانگا مالش نظمونه زن زن زنه مالی رحمت همسایه خیرتی بوی همسایه نمیبود من چیکار میکردم چه کردی مادر جون؟ دیدی ها شنیدی چی گفتم؟ چی گفت؟ من سوز نفهمیدم معنی گپی امورا همسایه را گفت کی؟ 40 روز بگذره گفت اگر سگ بمرد اکا دیوانه میشی مرا گفت خود دیوانه میشی مادر یکی اگر ما بمرم سگ همون که دیوانه میگردم بودم نکی بس سگ بیویم بکشه نگر خیلی شوا میکشه مادر جونو این روز یکم روزش رفت اگه کنه یکم روزش رفت مردک ولی 39 روزی دیگه دراز میکشه یک خامری مردک جون اینجا جوگات تیار میکنه سرک تمامی تا دراز بکش او سگ به پوچرت
ایتا روز کنه اوست تمام مردا پردوخته اوست آنشی تمام مالش خوب یاگا مالش بکنه مالش سلام علیکم همسایه نازه سوزه تیجه سلامتی و نازه همسایه زنده باشه رحمت چیز نویسه سی میگم یکی بعدی 40 روز میمورم گفته نامای قرضدارا تا نویسه سی ها؟ نه با چی نویسه سی؟ نامای آدمارا کدام آدمو؟ 40 روز پس اگر سگ بمره من خودم میدونم کیا رو بگذارم نوزا جون اینجا درو گوش کنید زنکو ما کار رفتم تا ایپای جامو گیری خونه شو تا ایپای خلوق فهمو؟ مالش ما بگم میبیام خونه جامو گیر کدگی باشه اوقاتو تیار باشه خوب شد مرا فهمیدی؟ برای کار رفتن لیلی و مجنون تایاق باری میشتید میشنیده نکن مالش اپا جان لابای ما شمای اپا جان گم مالش می مالش bana malades گویی مالش شما مالادس شکلات گویی ای وای شما شکلات امین یک چه ما اشما پرسان چه؟ اسفندیار بگوییم یک تا خرخران همین آبکشانی بسیار دشوار شده ایستاده است ای گوش کنین سفری گذشته مردکان به خر بیارین گوین شما یا آوردن جیم سنا جون بچم اسنا میگم بچم برکتی همو اوتاد یوردم بته ای کی میکای غرغر دورا بخی بچم یعنی یا امر امی چی کارتون بغلطه او چه فقط دائما را یوردم میکنه خیلی بگو اما اکای سادی ما برو خی سادی اکت خوبه بچم بخیم دا یوردم بته بخی بچم چه خیلی نمرا که با اینا میگن که میگویی آخه با اینا او چشم میگه که گفتی با امید اینا که فرزان کلان کردیم که امروز میبینن مون میان ایداس مون بلا میگیرن میگه که بته اوتا من خودم میکنم میکنم موندا نباشه اوتا رحمت اوتا نمی اگوزی هم کورس موندا اس ام اس میکنم ولی میگیرم با خطی یوردم میکنم اس ام اس چیه خیلی همین برای درسامون ایوخی نه مرا گوش کیجا مرا با دقت گوش که من وقتی فرزانی پدر بدم میدیدم که پدرم پوبل کرده است اومدم بلای دست میگیرم پوبل میکردم شما دا من حیران میشم ولی بچه‌ام حاضر ده اس ام اس کیم چه خیلی خیلی میکنیم اخی همین فقط همین گیزالگیتون دا سری ما میکنیم تا برای نه بچه‌تون گپ زنن اخی سعدی را بگه اخی دبولو کات خواه اینا خواه او برا بدورش که گپی مرا نمیگیره اخی اوتا همین خشم میکنم بدور نمیشوا بدور نمیشوا نه یا اینا نگاه که من میرم رو چخل بدور میکنم سعدی 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 به سعدی شب خواب روز خواب عبید خواب همین خواب دلی ترا نمیگیره تو ای خواب بیزار نمیشه بیزار میشم نه که بدور نمیشم